روز 100 یه چیزی مدت هاست توی ذهنمه ولی نگفتم. میدونید این ریل قطاری که اینجاست برای تردد جسم ها و مخصوصا تردد روح ها ساخته شده. یعنی اینجا در یک شریان مادی جریانات معنوی در حال عبور و مرور بودند. روح‌های سنگین و آلوده به گناه، روح‌های پاک کودکان خردسال، روح‌های زحمتکش کارگران و شاید روح یک هنرمند. تا حالا از این دید به این جریان نگاه کردید؟ همه ما خاطراتی داریم که در محیط‌هایی با افرادی که دوستشون داریم گذروندیم. حالا ممکنه اون افراد رو از دست داده باشیم ولی با بازگشت به اون محیط مجددا به خاطرمون میاد چیزایی که از سر گذروندیم. این انرژی های رها شده از طرف ماست در اون مکان که باعث میشه تجربه های یادمون بیاد. حالا با این تصور میخوام بخوابم روی این ریل تا همونطور که عادت به عبور دادن آدم های مختلف داشتن روح من رو هم از زندان بیرون ببرن. شاید فقط مسئله اینه که تو جریان قرار بگیرم بعد روح حرکت کنه. البته باید به قد کافی تمرکزم داشته باشم. این تلاش اول منه برای نجات روحم.